و اینجا عزیزان این قصه یعنی قصه حسن بصری در دیگر علما هم هست. عجیبش این است که امروز گروه هستند که الکی مردم همچون عالم قبول کردند که پروردگار باز برگشتن به علم و به خودش را نصیب گرداند برایشان تا که با این شرمندگی ها از دنیا نروند و میگویند ما پیروی ابو حنیفه رحمت الله علیه هستیم یا ما پیروی امام اعظم هستیم. اما بر علا به یگان پرده نترسیده، هیچ خجالت نکشیده، وقتی قانون بر ضد حجاب می براید، وقتی زنی حجابدار تحقیر می شود، وقتی قانون ضد حج می براید، وقتی قانون ضد تعلیم کودکان می براید، وقتی قانون درباره ریش می براید، طرفداری می کنن از ظلم ظالم، می پیچونن. این مقصد حجاب سیاه هست، مقصد کرته تاجیکی هست، مقصد کودکان هر راه نروند، مقصد هر چیزهای میگویند که آفتاب را با دامن پوشیده نمی شود. باز میگویند ما پیروان امام اعظم هستیم. امام اعظم در کجا مرده بود؟ مگر همون امام اعظمی که امروز میگوییم ما پیروش هستیم در زندان نمرده بود؟ در زندان ابو جعفر منصور که گفت میخواهم تو قاضی من باشی، تو سودیه من باشی و هر قانونی که من میبرارم تو در آنجا امضا کنی و قضاوت در دست تو باشد. همین خودی ابو حنیفه بودن که گفتن نه، من قاضیگی را در نزد تو قبول ندارم، در حالی که آن زمانه خلیفه مسلمان بود، خلیفه عباسی بود. آره بعضی ظلم ها داشت اما 99% او از روی اسلام حکم میکرد. آن را هم باشد به همان 1% ظلم تو من شریک نمیشوم. گویان ابو حنیفه رحمت الله علیه با آن همه آبرو، با آن همه عزت، با آن همه ثروت در داخل زندان مردن، در داخل زندان، و گفتن زندان و تنهاگی و بیکس مردن برای من بهتر است از اینکه در نزد ظالم من قاضی باشم. ما کجا هستیم؟ ما ابو حنیفه رحمت الله علیه کجا هستند که امروز میگویم ما پیروان امام اعظم هستیم؟ مگر امام اعظم برای حجاب قانون برآمد و طرفداری کرد یا سکوت کرد؟ یعنی یک بار وقتی که خود را پیروی امام اعظم میگوییم به خاطر آریم که امام اعظم در کجا و چگونه از دنیا رفته بود.